روز دوم ینور دادستانی آلمان یک شهروند 50 ساله ساکن شهر اسن را با تلاش کشتن آدمان متهم کرد. شب سال نو این مرد سوار ماشین چند رهگذر را پخش نمود. مقامات 4 حمله او را به قید گرفتند. 2 حمله در شهر اسن و 2 حمله دیگر در شهر باترا. در 2 حمله رهگذرها پیشکی آگاه شده از راه ماشین دور شدند. بر اثر حمله ها 8 نفر مجروح شده است. احوال سلامتی یک زن وخیم ارزیابی می شود. قربانی حمله ها اساساً مهاجران از سوریه و افغانستانند. در حمله ها یک آلمانی ترک تبار هم زخم برداشته است. مقامداران آلمانی میگویند مسئول حمله میخواست با ماشینش هرچی بیشتر افرادی مانند به مهاجران را پخش کند. طبق اطلاع پیشکی بازداشت شده مشکلی روانی دارد. او در گذشته کدام عمل جنایی صادر نکرده است.